مردم بسان معادن زمین هستند. اگر در مردم تعامل نماییم می‌بینیم مردم دارای طبیعت‌هایی چون طبیعت‌های زمین هستند، چنان که برخی نرم و نازک هستند و برخی سخت و خشن، و گروه دیگری چون زمین روینده و کریم، بخشنده و سخاوتگرند، و دسته چون سرزمین خشک که نه آب را نگه می‌دارد و نه گیاه بخیل هستند. بنابراین مردم انواع و گروه های مختلفی هستند. اگر باز هم تعامل نمایی می‌بینی شما با تعامل خویش با انواع قطعات زمین حال و طبیعت آن را مراعات می‌نماید، چنان که روش راه رفتنتان در سرزمین سخت با راه رفتنت در سرزمین نرم فرق می‌کند. چنان که در اولی هوشیار و با متانت راه می‌روید، حالان که در دومی آرام و مطمئن راه می‌روید، مردم نیز به همین صورت هستند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید خداوند آدم را از یک مشت خاک که آن را از تمام زمین برداشته بود آفریده است. لذا بنی آدم به مقدار زمین آمدند که برخی از آنان سرخ، سفید و سیاه اند و در بین آنان آسانگیر و غمگین و خبیث و پاک وجود دارد. شناخت شما به طبیعت شخصی که با او اختلاط دارید شما را بر کسب محبت او قادر می سازد.